صلوات بفرمایید. پیغمبر اکرم میفرماید 5 جمله در تورات هست که باید این 5 جمله رو با آب طلا نوشت. 1. سنگ قصبی در خانه روزی باعث خرابی اون خانه میشه. 2. آنکه با ظلم و ستم غالب شود اون در حقیقت شکست خورد. و غزه درسته 2 ساله زیر سنگین ترین حملات هستن، ولی پیروز واقعی کیه؟ اونی که با دست خالی مقاومت کرد. میفرماید آنکه به ظلم و ستم غالب شود او در حقیقت شکست خورده. 3. و پیروز نشد کسی که به وسیله گناه پیروز شده است. خیلی ها برای اینکه به هدفی برسن از هر گناهی مضایقه نمی کنن و هر گناهی باشه انجام میدن تا پیروز یک جدلی، پیروز یک مسابقه بشه. در اصل اینها پیروز نشدن. میفرماید کمترین حق خدا بر تو این است که به وسیله نعمتهایش نافرمانی او را نکنی. با این تن سالمی که خدا بهت داده تو با این تن سالم در معصیت خدا قدم بر نداری. با این عقلی که خدا بهت داده در مقابل قرآن وای نستی. وجه یعنی چیز؟ میگن طرف وجه نداره یعنی آبرو نداره. میگن کسی که آبروش میخواد در مقابل افراد آب نشه نگاه کنه که در مقابل چه کسی داره دست دراز میکنه. و آبروی تو مانند آب منجمدی است که در موقع اظهار حاجت آب میشود. پس ببین که نزد چه کسی این آب رو میریزی و این آب. وجه یعنی چیز؟ میگن طرف وجه نداره یعنی آبرو نداره. میگن کسی که آبروش میخواد در مقابل افراد آب